ببین تو آدم معمولی نیستی، بنابراین یه کاری نکن من مجبور بشم حرفی بزنم که در شأن هیچ کدوممون نیست. بابا همه این حرفایی که تو میزنی من قبول دارم. من تو رو از مادرت جدا کردم تا عشقم میون اون همه آدمای عصاقورت داده مرفه سربلند باشه. خدای من عصاقورت داده؟ همه ثروت من همینا بودن. بله تو همون محله و همون کوچه بزرگ شدی، ولی لیاقتت بیشتر از این حرفا بود. تو فقط منو مقصر میدونی؟ تو هم بعدت نمیومد با ثروت پدر من بری سراغ بهترین دانشگاه‌های دنیا. میدونی من بیشتر از این که از دست تو ناراحت بشم از خودم ناراحتم. چی شد؟ چجوری شد؟ من مادری که عاشقم بود و فراموش کردم. عشق جدید اومده بود تو زندگیت. تو بلد نبودی هر دو رو با هم حذف کنی. تو میخواستی منو عوض کنی، از مادرم دورم کردی. من مسخ شده بودم. ولی من هیچی نبود تا فرق خودتو با مادرم بهتر بدونی. مادرم با چنگ و دمی من بزرگ کرد. مادرم با این حکمای شهر بود ولی آه در بساط نداشت. درست همون موقع که من شیفته دنیای رنگ و وارنگ اروپا بودم مادرم مریض شد، ولی به من خبر ندادن برای اینکه اون اینجوری خواسته بود، چون میخواست خوشبختی ما رو به زعم خودش خراب نکنه. پری مادرم به خاطر درسی که من خونده بودم فوت کرد، از دست رفت برای اینکه من کنارش نبودم بتونم کمکش کنم. تو حتی حاضر نشدی با من برگردی. بازم چیزی داری که بگی؟ میدونی سیاوش، وقتی آدم تنها میشه بیشتر به گذشته فکر میکنه، به اشتباهاتش. من الانم به خاطر تو نیومدم اینجا، به خاطر خودم اومدم. زندگی امروز من شده مثل زندگی اون موقع مادرتون. من اومدم حلالیت بترم، اومدم عذرخواهی کنم. من الان همه چی دارم، مثل خودم کسی هستم، ولی گذشته رحم نمیکنه. اصلا فکر نمیکردم یه همچین روزگاری پیدا کنم. مراقب خودت باش، مثل من با خانواده‌ات نجنگ، فایده ای نداره. از مادرت بخوا که منو ببخشه.
چی میگردی تو؟ چه خبره توی این خونه؟ چی بگم آقا جون؟ از نسرین بپرسید. دخترم چی شده؟ چرا آروم نمیگیری؟ داری دنبال چی میگردی؟ آقا جون سند این خونه جدیده کجاست؟ سند؟ میخوای چیکار؟ خیلی سنگدل شدین. اصلا انگار ننگار اتفاقی افتاده. من هنوز متوجه منظورت نمیشم. حشمت میگه میشه با سند آزادش کن. چرا حرف میذاری تو دهن من؟ آقا گفت چجوری میشه بیاد بیرون، گفتم که سند میخواد همین. بهتر نیست به جای پسرموت به فکر پسرت باشی؟ من مادرشم، دلم هم بیشتر از شما براش کبابه. ولی آبروی پسرم و آبروی شما هم هست. وقتی وصله دزدی بهش میچسبونن شما نباید دست رو دست بذارین. ببین چوب خدا صدا نداره. خیلی عوض شدین آقا جون. قبلا از این مشکلات با بقیه واسهتون پیش میومد ولی کار به اینجا نمیکشید. بس کنین دیگه رحیم برام بسه. تحمل از هم پاشیدن فامیل رو ندارم. بی خود بزرگش نکن. همین یکی دو روزه میاد بیرون. نباید میذاشتید بهش تهمت دزدی بزنن. انگار یادتون رفته ها. بچه عمو عباسه. انقدر اسم عباس و خرج این پسره نکن. برو بیمارستان. خیلی به پسرمو ظلم میکنید آقا جون. حقش نیست. اگه کاری هم کرده باشه این جوابش نیست. برو بیمارستان. نمیخواد تو این کارا دخالت کنی. نمیرم. هیچ جا نمیرم. تا تکلیف این لج و لجبازی معلوم نشه هیچ جا نمیرم. بسته دیگه، زشته. مثل که خلق و خوی سلیم به شما هم رسیده. چیزی نمونده که این جریان تموم بشه. پاشو برو پیش پسرت. هرچی بیشتر این اتفاقا پیش میره دلم بیشتر برای شما میترسه. تو رو جون رحیم. آقا جون از پسرمو بگذر. فردای قیامت چطوری میخوای جواب عمو عباسو بدی؟ این کینه که بس کن. من نمیتونم همه دردم و جار بزنم. برو پیش پسرت. کدوم درد؟ چه دردی؟ خودت شما دست بردی تو سند رفتی زندان. کدوم درد؟ مشکل چیه؟ باشه، مثل اینکه دیگه وقتشه. برو پیش توبا. اگه زبون باز نکرد خودم همه چیزو برات میگم. خودتون بگی. از اون بشنوی بهتره. بهتر باور میکنی. به به، میبینم که همه تو این محل جاسوس بازی میکنن. دارم براتون. بفرما راضیه جان. بله مادر. مهمان داریم. اومدم. سلام. چرا خوشتان زده؟ خوش اومدی نسرین جون. دلم برات تنگ شده. منم همینطور. میگم حالا اومدی اینجا دردسر نشه. بس دیگه، هر ملکه نیست. نه خودش میدونه اومدم اینجا. بفرما بشین مادر جان، بشین دخترم. یعنی چی؟ من اومدم ببینم اگه کاری، کمکی، چیزی احتیاج داشتین انجام بدم براتون. رحیم حالش بهتره؟ فرقی نکرد. من خیلی براش دعا میکنم. خوب میشه انشالله. خیلی ناراحت شدم و با سلیم گرفتار شدن. نمیدونی چه داستانی برامون درست کردن. حالا کجا؟ بزرگترهای محل رفتن آزادش کنن. خب خدا رو شکر. یه زنگی بزن ببین آمده بیرون سلیم. زنگ زدم مادر جواب نداد. دوباره زنگ بزن دختر جان. ببخشید.
درم پشت سرت ببند مادر. من مطمئنم تو برای احوال پرسی تنها نیامدی. درسته؟ آقا جانم منو فرستاده که یه سوالی ازتون بپرسم. به جون تو صادق وقتی پخش میشد هیچ کی تو خیابون نبود. کی؟ بابا کمیسر مولدوان. بابا تو باید کمیسر مولدوان ما رو کشتی دیگه. آخه نمیدونی چه موجود غریبی بود. زندگی منو متحول کرد. یه کمیسر بود، یه اسلحه شهر. بابا الان در میره دستمونا. که این مرد زرنگ و باهوش بود، هیچ پرونده رو نمیذاش به سرانجام، حتما باید میرسوندتش. بله. ببین من زندگیمو بر مبنای اون ریختم. خیلی هر کاری اون کرده منم دارم انجام میدم، البته با متد جدیدتر. خاموش در بره من جواب. برو تو کوچه، برو دیگه. اون چه طرز رانندگیه عزیزم، بیشور. آخه آدم اینجوری رانندگی میکنه؟ داشتید میزدید به من که کمربند بسته بودم، چرا باید اینجوری میشد؟ چیزی نشد آقا، برو. چی نشده؟ برو آقا دیگه. برو، آره هیچی نیست. ببین اورژانس 115. برو دیگه. آخ کاووس این یارو کو؟ آخ آی خدا، مش صبح رو چیکارش کنه؟ آی آقا بهمن رو بچه. بلند شو زود باش. بلند شو، منم بلند کن دیگه. دست داده من. وایسه. دارم میرن دنبال بچه. چی شده؟ نسرین جون برای چی گریه میکنی؟ واسه رحیم اتفاقی افتاده؟ مادر؟ بازم آقا خلیل کاری کرده؟ راضیه جان او گوشی تلفنون برده بود. چشم. سلام سید احمد، خوبی؟ یه سر به ما بزن، کار واجب دارم. الو. بله. زخمی؟ آره مطلبم بیاین. خداحافظ. هر بار این درو محکم نبند، نرو این چشمای ترو نکن تو بدترو. آخ چقدر مظلوم. تا حالا پدر مظلوم دیده بودی؟ خودتو تو آینه نگاه کن، ببین با این پدر مظلوم چه کردن. آخ داریم تیکه میندازی ها؟ بنداز چفت چله یه بری. آخه تو کی هستی به تو تیکه بندازم من؟ شاید بسخوام با خودت درگیری ها. آقا کجای من مظلومه؟ آقا کدوم پدری بچه خوش رو میذاره سر را که من گذاشتم؟ کدوم سر را؟ بابا خونه آقا سید آخر دنیاست، بنبست. تو اگه این بچه طفل معصوم تو کوچه خیابون میذاشی خیال من راحت تر بود. هنوز مونده مردم محل این آقا سیدو بشناسن. الو آقا سلام. آقا بچه رو جواب نمیدین؟ کجا این آقا؟ آقا تو رو خدا باید شما رو ببینم. نه آقا کار واجب دارم به خدا. باشه الان دارم میام آقا. ببینم منو میتونی برسونی تا یه نشونی؟ آقا رو تو ماشین نشسته میگی منو میرسونی؟ بابا ماشین مال خودته، یه وانت دوزاریه دیگه مال خودته. دمت گرم آقایی. مادر کجا داری میری؟ برمیگردم. خب چرا با من حرف نمیزنی؟ الان وقتی سوال جواب دختر.
صبر کن منم باهات بیام. لازم نکرده. همینجا مطمئنی؟ همینجا باش، همینجا پا بکریم شاکرم. میگم ببین میخوای بایستم برگشتنی؟ نه برو دمت گرم. تعارف نکنم. نجون تو. کارت انجام بده با هم برمیگردیم دیگه. نه برو آقا. آژانستم داداش. لات بمیری. چش و چالم نوکرتم. مراقب خودت باش. سلام برسون. چکریم. کجا؟ آقا شما اینجایید؟ بیچاره شدم آقا. به خاک سیاه نشستم آقا، دستم به دومن بچه رو تلفنتو جواب نمیدی آقا. با اسب وای میستدی اونجا، بچه رو برمی‌داشتی میومدی بیرون. ای بابا یه شب تو کلانتری خوابیدم، زیر و بالای بچه رو در آوردم. بچه خبری نیست که نیست، انگار آب شده رفته تو زمین آقا. کار خودشونه. بینم چرا شکایت نکردی؟ بابا شکایت کردم، دیشب بردن دادسرا. ای بابا اصلا آقا میدونی چیه، به دلم برات شده، کار اینا نیست. میدونی شما نمیشناسیشون. بینم آدم حسابیه. به خاطر این به من زنگ زدی؟ ها؟ من فکر کردم تو بچه تو دوست داری، عاشق بچه‌تی، الان میری اونجا رو کنفی اکام میکنی. بابا به خدا بچه‌مه دوستش دارم، عاشق بچه‌مم من. بابا من زنگ زدم با شما مشورت کنم آقا. زکی پدر بگه مشورتی میشه بسر جون. من گفتم تو عاشق بچه‌تی، الان میری اونجا یه کاری میکنی بچه رو برمیداری میاری. اشتباه کردم آقا جون، اشتباه کردم. خدا دوستش دارم آقا، بچه‌مه، جیگرگوشمه. من دستم به جای بند نیست، دستم به دومنتون آقا. یه کاری بکن، کمک کن آقا. بگم میکنی؟ میکنم. یه تیزی چیزی برده برو اونجا، بریز اونجا رو به هم، آبروریزی کن. نشد خودزنی کن، برو تو در و دیوار شیشه. شد؟ باشه آقا. برو بچه رو بردی بیا. میبینم ماشاءالله هزار ماشاءالله همه با هم دستیسه کردن. تنها کسی که سرش کلا رفته آقا نیکوه، ولی نیکو میدونه تو این شلوغی چجوری مای بزرگه رو باید گرفت. به من میگن مرد همیشه در سایه. آی دکتر یکم آروم‌تر. وای خدا چه بلایی بود. گوریشنی اصلا چیزی مهمی نیستش، یه کمی ضرب دیده، اونم خوب میشه، فقط یه کمی رعایت کن. بیا اینا اگر درد داشتی شب یه دونه بخور. چشم. وای نفسم بالا نمیاد. سرکار که اصلا زخم نبوده، چطور؟ فقط یه کمی کبود شده، شلوغش هم نکن. دارم بیا حالا اگر دلت خواست دست شما درد نکنه، ولی سعی کن بی خودی قرص نخور. چشم. خب پس طرف از دست شما فرار کرد. اگه آقای مولدوان اجازه میداد این اتفاق پیش نمیاد. هولم کرده آقای دکتر. کمیسر. اوه آقای دکتر، من صبح پشت تلفن اون بود، وای بروز که ما رو هم نزدیک ببینه. وا ویلا آقا منو بگو. خیلی خوب پاشین بریم دیگه، جا خوش کردین. من کار دارم، میخوام برم پیش خسرو. دلم واسه زبی هم تنگ شده. درسته که حرف نمیزد ولی آدم وقتی میدیدش سبک میشد. آقای دکتر ما هم میاییم. آره منم میام. خیلی خوب باشین بریم. قربونت برم. ببین ویلچر چیزی از کمکم کنی، من روش بشینم بیام. کاووس خیلی پر روی، فقط هم. برای چی؟ هیچ.
فرصت شده یسی آدم رو بایی این کار به قد و قامتت نمیاد. تو هم شدی آدمی خاک بر سرت. مثلا آدمم که آدم کسی بشم من دنبال پولم. حسی یادت رفت از کپی فیلم و دیویدی نجاتت دادم آوردمت پیش خودم. چه فرقی کرده؟ از کپی CD و DVD دارم کپی میکنم، چه بدونم سند و جلد امضا و این حرفا، پول که توش نیست. ببینم تو از کی تا رو حرفه من حرف میاری؟ برو بچه رو حاضر کن، میخوام تحویلش بدیم. تو هم به باباش زنگ بزن رازش کن بیاد اینجا بچه رو بهش بدیم. یه جوری رازش کن که به پلیس حرفی نزنی. همین. میدونی اگه بچه بمیره چه اتفاقی میفته؟ من تا پولمو نگیرم دیگه هیچ کاری نمیکنم. بچه رو بده من. پول خوبی تو کاره. تو هم دیگه حق دخالت نداری، یعنی نمیتونی دیگه دخالت کنی. دورت تموم مربی. آره دوره من تمومه، ولی مغزم هنوز کار میکنه. به خاطر این کاراتم اگه سرت برای دار نره تا آخر اون پشت میله های زندون میپوسی. دوست دارم. تو پیش من خط کشیدی، بیا دست این بچه بردار. یه نگاه با اوزان بکن، نگاه کن چی دارم. یه ماشین زیر پام که به نام توه. میرم از این آقا مجتبی خبر داری؟ مجتبی حقیقتا آقا پسر دیوونه شده زده به سرش، سر به کوی زده به سرش چیه؟ کابوس چی میگی؟ من که حداقل در جریانم چجوری سر ذوق آوردی؟ من سر ذوق. ببین تو چی کار کردی کابوس؟ هیچ چای دکتر ولش کن، اصلا ولش کنید. فقط من میدونم پهلوون حیرون بچه‌شه، حالش هم اصلا خوب نیست. حق داره واقعا حق داره. تو مجتبی رو بهش نگفتی بره، تو بهش نگفتی بره پیش من. مرد تو نمیتونی یه روز تو بی آزار به شب برسونی؟ این مرد سرش به زندگی خودش گرمه. آقا چی کار داری میخوای بری آزارش بدی؟ نه دیگه سرش گرم نی. من میخوام ببینم تو این همه دختر پسرش برای چی اومده خواستگاری مهتاب دختر پروانه؟ چرا؟ آقا شما که گفتیم پهلوان بچه‌هاشو خوب تربیت کرده. آره دخترم، به خاطر همین میخوام تو کلام حرف حساب ازش بپرسم. اشکالی داره؟ آقا جون پهلوان گناه داره، آبرو داره. برزو آبرو داره یا چی؟ چرا اینطوری میگین؟ خجالت به کشور پریده، جلف بازی های مجتبی تو دلت قند آب کرده؟ یا آبروی برزو؟ من میخوام ببینم اسمت دل این دختر صاحب نداره؟ این خونه مرد نداره؟ از خداتم باشه. که چی؟ پسر خوبی نیست که هست، پسر نجیبی نیست که هست، پسر خونواده داری نیست که هست. خب چی میخوای؟ بله باباش برزو نیست که هست، به خونه من تشنه نیست که هست، پروانه بدبخت نیست که هست. برو کنار. نمیرم. میری اونجا اگه برزو بفهم پسرش اومده گاراژ ناراحت میشه. شما نگران نباشین لطفا، میخوام فقط مغز دهنش رو بفهمم. همین. آقا جون زشته به خدا. شما به این کار نداشته باش، فقط میخوام جنمش رو محک بزنم. کسی که میاد خواستگاری دختر پروانه مهتاب خانم باید 7 خان رستم رو طی کنه. ممکنه بفرمایید اولین خانه این درد سر چیه؟ و اما توتیان اخبار و راویان ناقلاب چنین حکایت کنند که برزو این پهلوون بیشاخ دم دیو اول این خانه که مجتبی پسرش با دست از این دیو بکشه تا خانه اول رو رد کنه بیاد سراغ مهتاب خانم. برو کنار. بهت گفتم برو کنار. برو کنار. کجا داری میری؟ میخوای جگر باباشو بسوزونی؟ تو کجا؟ من نمیذارم بابا این کارو بکنه. پهلوون آبرو داره، میخواد بین پدر پسر رو شکلاب کنه. مگه من میذارم؟ حالا دیگه همه امیدمون باید به پلیس باشه. یه راهی پیدا میکنه، یه نفر میشناسم میتونه بهمون کمک کنه. نمیذارم قصر در بره. بهرام نونخالی خب؟ آره این جک و جونه برا خوب همدیگه رو میشناسن. بهرام کیه مش صبحان؟ یه بنده خداست بابا جون.
خدا میدونه الان اون بچه کجاست. راضیه بنده خدا دلش 1000 راه میره، فقط به خاطر اینکه من ناراحت نشم چیزی نمیگه. معلمون تو فکر مجتبایی؟ نگران نباش بابا. آدم که عاشق بشه حرف حساب تو گوشش نمیره. پهلوون ناراحت نباش. اهل خونه از مهتاب خانم خیلی تعریف میکنن، میگن با پدرش توفیر داره. از شما چه پنهون تو فکر زبیم؟ همیشه سر این ساعت میرفتیم خونه به دیدنش و با خاله پروین کمک میکردیم تا دار باشه. خدا رحمتش کنه، منم دلم براش تنگ شده. انقدر داستان پیش اومد که نفهمیدیم مراسمش چی شد. خاله پروین زندگی منو عوض کرد، من بی‌معرفتی کردم. کاری نداره، بیاین قبل از افطار بریم یه سر به خاله پروین بزنیم، خوشحال میشه. آقا خسرو میگی زبی از دست من راضی بود؟ چرا نباشه پروین؟ کمتر از مادر براش نبودی؟ از وقتی که از این خونه رفتتن واقعا که دلگیره برم. کاش منم بلد بدم مثل اون خوشحالت کنم. خدا رو شکر که شما اینجا هستی. جای خالی زبی رو که نمیتونم پر کنم، ولی سعی میکنم غمت بیشتر نشه. خب حالا پاشو تخت رو جابجا کنیم ببریم بیرون. شما که نمیتونید بذارید صدا بچه زنم بیان کمکتون. بابا اونا مشغولن، وایسیم تا کی بیان. باش. شما خب کمرتون درد میگیره. کمر من درد میگیره، کمر تو درد نمیگیره. کمر من مثلا اینی، کمر شما درد نگیره. بگیری کمک هم ببریم بیرون. بگیرش. چه با دوم خرید به هم گرفتن. اصلا زبونم به این چه حرفی میزنی؟ آقا مست کن دیگه سید جان، قربونت برم. چیزی که من تو چشای خلیل دیدم اگه شما میدیدید سر به کوه بیابون میذاشتی. من با این عمو زندگی کردم، عموی من کینه‌ای هست ولی دیگه نه تا این حد. آقا بیایم بریم، کلی کار داریم، میخوایم به کارامون برسیم. بچه نمک نشناس زول زده تو چشمای منو، میگه الا بلا من فقط همین دختر رو میخوام. آقا ول کنیم بچه رو، کلی کار داریم. حالا کی میخواد بره دنبال بابای بچه؟ کاووس و صادق رو گذاشتم سایه به سایه تعقیبش کنم. نشتی کاووس چرا آدم قحطی بود؟ از صادقم خبر داشته و به من چیزی نمیگفت. جسارتا من که نمیدونم میخواین چیکار کنیم، ولی کاش آقا کاووس رو معاف کنیم. من خاطره خوبی با ایشون ندارم. منم ندارم. فکر میکردم پدر با تجربه ایم، اما گند زدم. آقا ول کن دیگه. بیایم بریم به عملیاتمون برسیم. عملیات؟ بله. چه عملیاتی؟ چیکار میخوایم بکنیم؟ آقا سید شما اگه مشکل داریم بفرمایید منزل، ما به عملیات خودمون برسیم. ابدا. شما میخوایم برین عملیات، بنده نگرانم یه بلایی سر خودتون میارین. فقط جسارتا خدمتتون عرض کنم اگر راجع به موضوع بنده است داریم پا تو کفش پلیس میکنیم، پلیس بفهمه ناراحت میشه. نه خیر، شما نگران نباشین. اتفاقا ما با این عملیاتمون داریم به پلیس کمک میکنیم. متوجه شدین داریم به پلیس کمک میکنیم. آقا جان، عموی شما شمشیر رو از رو بسته، ما چرا نبندیم؟ مشصوبان این عموی بنده رو ولش کنیم، به قول امروزی‌ها بیخیالش شین. آقا اگر من ثابت کردم کار عموی شماست، وقت چی میگی؟ آخوند به این خوشباوری نوبره والا. دست شما درد نکنه. آقا مجموعاً 25 متر. شماره‌شو بگی؟ شماره کیو؟ مجتبی رو. بابا ول کن منو در ننداز آقا پروانه، با این بچه الان باید دیه دماغش هم بدم. نشنفتم. بچه گفتم شماره‌شو بگی، میخوام باهاش صحبت کنم. یعنی چی؟ پروانه چشم، میام خدمتتون. 2 دقیقه دفتر باشیم میام. الو چطوری؟ دماغت چطوره؟ یا ببین آقا پروانه چی کارت داره؟ گوشی؟ بفهم. الو سلام عمو. یکی اومده اینجا میگه طرف شما اومده. ببینم مگه ما از این قرار با هم گرفتیم؟ گنزدی هستی
خیر آقای سرمون میره بالای دار. من اینو یه جا دیدم. بابا نگران چی هستی؟ گوشی بده من خودم باش صحبت میکنم. گوشی بده من. گوشی بده من خودم با آقا خلیل صحبت میکنم. گوشی. با سلام علیکم عمو خلیل گل. خدنگتم استاد. آقا بی خودی هول نکنید، من خودتونم. من یه فرشتم که از طرف خدا اومدم کمکتون کنم. دنبال چی میگردی؟ پول، فقط پول. اونم بیشیله پیله. اگه بگم همونجا نگهت دارم چی؟ شلفس گیره بردی. چی؟ منظورم اینه که من بی کس و کار نیستم. این آدمایی هم که اینجا اجیر کردی مال این حرفا نیستن. چیه؟ من امثال اینا رو به دل نمیگیرم. من یه کشتی هم که هیچ وقت به گل نمیشینم. من یه ماشینم که دنده عقب نذاشتم برام. خواستم مغز نشه مریضا ولی نذاشتم برام. آقا شبه که میخوایم بسازیم گوشی رو بده برسی. عجب چیزیه. استخرام داره؟ میگم برو بیرون. تازه من امروز اگه اینجا نمیرسیدم جای بچه لو میرفت. الانم دیر نشده و میتونه لو بره. سعی کن لو نره. با تو نیستم شلپس. گوشی رو بده برسی. شما هم آره؟ شما هم شلپس؟ ای شلو. ببین گوشی رو میدی یا گوشی تو بکنم؟ خودتون الو؟ بینم آقا این کارتون دوبله میکنه، چه خوشگل صحبت میکنه. آقا بذارم شلو پالش کنم اینجا. جونم جان نوکرتم. دلتون برای رفیقتون تنگ شده پهلوون. دلم بدجور هواشو کرده. پهلوون جای اون دلاور تو بهشته. کاش این بچه پیدا بشه. کاش که خودم پیداش میکنم. نگران نباشید. این بیورزه ها اگر کارشون رو درست انجام میدادن اینجوری نمیشد. این چه حرفیه مجتبی؟ ما داشتیم جونمون رو از دست میدادیم ها. کلی فرنی درست کردم. سبزی خوردن و پنیر و نون تازه هم هه. امشب برای افطار بمونید اینجا. آره والا ما هم از تنهایی میاییم بیرون. تو هم خوب مرد خونه شدی و افتادی به برنج پاک کردن و نظر کردم برای زبی شله زرد درست کنم. شما هم اینجا بمونید. من که بدم نمیاد. چی میگه برزو؟ والا من فقط نگران مجتبی. خب صادق بفرستین دنبالش بیاد دیگه. صادق جان. صادق جان بابا. چشم با اجازه. با اجازه. دست درد نکنه. آقا سید شما هم زنگ بزنید ننه تو با خانمتون بیا اینجا دور هم باشیم برای افطار. با تلفن نمیشه. باید برم. دیشبم خونه نبودم. خاله میگم به ژاله هم بگم. خیلی خاله جون حتما. آقا سید من تا دم مسجد با شما میام. رفیق خوب به این آقا بهمن میگن. مثل سایه با منه. شبا هم که سایه نیست آقا بهمن است. در خدمتی بفرمایید. آقا با اجازه. با اجازه. بفرمایید. برید به امان خدا. انگار از بچه داری بدت نمیاد. بچه آرومیه. کاری به کار من نداره. رفت؟ آره یه شرخر دیگه به ما اضافه شد. ما چی؟ ما پولمونو میگیریم. اینقدر زدی که مغز تو ورداشته. فکر میکنی حسی به تو پول بده؟ غلط میکنه نده. غلط میکنه نده. اون چیه؟ چی؟
ببینم چیو؟ بابا میگی یادگار شوهرته؟ 1000 بار گفتم تو زندگی من فضولی نکنید. اختیارتو نده دست ازی، به خودت بیای افتادی زندان. کجا برم من اینجا بهتر؟ این طبیله هیچی که نباشه یه لقمه نون توش هست که بخورم. فکر میکنه نمیفهمم. هنوز عاشقم. مغزت کرم زده دکتر. همه بدبختی بیچارگی تو آوارگیت دست خودشه. عاشقت بود که تو را دست شوهرت کشید بیرون، به خاطر خود قول بیابونیش بود. حیف تو نی؟ چی میگی تو؟ به قول خودت افسار تو خوب سی دستش گرفته. چی کار داری میکنی دیوونه؟ این نجیب داشت ما بینمونو به هم میزد. جمع کن بریم دیگه، جای ما اینجا نیست. نیازی به زدن نبود، داشتیم حرف میزدیم روانی. خیلی وقت داره باید این کارو میکردم. جمع کن بریم. بهت میگم جمع کن. میمیره. بهت درک که میمیره. برو. شرمنده هم دیگه شد، ببخشید. بهت گفتم خودم به موقع برای کارا خبرت میکنم. چیه مدام زنگ میزنی؟ بعد خلقی نکن خلی. ببین ما باید با هم شریک بشیم. این همه پیغام میدی که بیا بیا برای همین حرفه؟ مگه همین کمه؟ مرد حسابی مثل که زندگیمه ها، شوخی بردار نی. نگاه کن خیلی، من هرچه طراحی کردم، نقشه کشیدم که گاراژ نصف کنیم. بعد ما باید ساختمانو نوسازی کنیم، نوسازی را بندازیم. اون وسط هم یه مجموعه بزرگ. نگاه کن ببین. حالا نمیخواد به این چیزا فکر کنی. من کارهای مهمتری هم دارم. کجا مرد حسابی؟ چه از پول بطت میاره؟ این چی؟ دسته؟ نمیبینی؟ میبینم، چرا دست؟ برای شراکت؟ من بهت اعتماد دارم. مجتبی جانم بابا. مطمئنی؟ اومدم. چی شده پهلوون، کجا میری؟ آقا پروانه، پهلوان کوچیکم رسید. مجتبی، آقا مجتبی، شما بیا توی هفته. خلی. سلام پروانه. سلام، چطور خوبی؟ ما چیزی شده؟ با من کار داشتیم؟ شما بشین تو اتاق، من اومدم. باهات کار دارم. چشم. بهادر، آقا مجتبی رو راهنمایی کن، من اومدم. مواظبش باش. چشم. گزیلی موقوف. کاری ندارم که. برو تو بینم. بفرمی. برو تو بینم. آقا بهمن والا دیگه بیشتر از این من راضی نیستم. شما برو یه سر به خانواده بزن. گفتم که به دلم بیشتر میچسبه تا دم خونه بیام. اگه ناراحتیم برگردم. یا حالا واسه ما نازم میکنی آقا بهمن. این آقا مهربان به من قهر کرد. سلام آقا. سلام علیکم.
بهش قول داده بودم اگه تونستی یه خبری بگیر ببین سعید کجاست بلکه بتونیم برش گردونیم. رو چشم. ولی آقا سید به زور که نمیشه نگرش داشت. ما سعیمونو میکنیم. ببین پسر، زندگی بالا پایین زیاد داره، ولی اگه بهت رو کرد نباید پسش بزنی. میفهمی دیگه؟ نه والا متوجه نمیشم چی میگید آقا فرمانه. خب از بس که خنگیدی که من موندم تو چه جوری اومدی خاطرخواه عزیز دردونه من شدی. آقا فرمانه به خدا من اصلا عزیز من تو مثل پسر خود من هستی، چرا مثل یه مرد نیومدی با خودم صحبت کنی دیگه؟ سلام. سلام. آقا مجتبی، اگه من از شما خوشم اومده فقط به خاطر پهلوون خانوادته. بعد شما میری وسط محل بین اون همه جمعیت کتک میخوری، بعد میشینی اینجا گردن کج میکنی. بابات اگه بود این کارا رو نمیکرد. پهلوون مرامش اینا نیست. مهتاب خانم. یه لحظه صبر کنید توضیح میدم. مهتاب خانم. سلام. این روز جوان سالم و حلال خور کم گیر میاد. بابات یادت داده که پسر من از چنگم دراری ها؟ آقا جون چی میگید شما؟ واسه چی آقا شلوغش میکنید؟ شما که خبر ندارید چی شده که؟ دختر یادت داده که تو روی بابات وایسی. این رسمش نیست پروانه، این رسمش نیست. فکر کنم تخم مرغشو کم زدیم. خیلی خوب، به جای این حرف زدن برو به مادر سر بزن که دق کرد. خودتون گفتین حرف مرد یکیه. از کی تا حالا نیم وجب آدم شده مرد؟ میگم برو پیش مادره، یه وعده غذای درستابی نخوردیم. بلکه من بیام دایی اونجا یه شکمی از غذا در بیارم ها. مواظب غذا باش. سلام. بیا بالا. خاله پروین افطاری دعوت کرده خونش. خدا رو شکر، افطاری ما که قابل خوردن نبود. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. حالش خوبه؟ آره، نشون نمیده ولی دلش تنگ شده. حتما با خودت بیاریشا. باشه. فعلا یا علی. به سلامت. کاوه آماده شو، میخوام بریم خونه خاله پری افطار. از پشت پنجره دیدمش. من اونجا نمی. اونجا چیکار میکنی؟ بچه بازی در نیار. بذار امشب یه افطاری توپ بخوریم. یعنی من از یه افطاری برای شما ارزش ندارم؟ آها، بستگی داره افطاری چی باشه. من نمیام، شما بری. چه بوی میاد؟ ای وای بر پدر صلوات. خیلی خوب، بمون غذای سوخته بخور. که زودم قهر میکنه. خوش اومدی، بیا تو. دم بیا در تو. نشستی خب آخه. چی کار کنم سلیم جان؟ دلم هزار را رفت دیگه بند نمیشد تو خونه. چه خبر؟ حالت خوبه؟ از بچه خبری نشد؟ ببین من میخواستم برسم وقتی به کلانتری میگی به همه کلانتری ها خودشون دیگه میگن که دنبال بچه بگردن. الان آخرین خبری که از بچه داری چیه؟ الان حرف بزنم؟ بزن دیگه. خب بگو. همینجور داریم پشت سر هم سوال میکنی، فرصت نمیدی. خب ماشاءالله جوابمو نمیدی. برو لباس بپوش، میخوام بریم خونه خاله پروین. الان چه وقت خونه خاله پروین رفتنه؟ چرا نباید؟ سلام علیکم. سلام. نمیشد بعداً بری دنبال بچه؟ این شهر پلیس نداره؟ خب دلنگران بودم مادر من.
شده؟ چیزی شده؟ نه هیچی. تو که دروغ هم نمیتونی بگی. چی شده؟ راضیه؟ صبر کن یه دقیقه بیا تو. چی شده؟ نسرین اومده بود اینجا. رحیم طوری شده؟ نه صبر کن. اومده بود نشسته بود با مادر حرف میزدن. من یه چند دقیقه اومدم بیرون به تو زنگ بزنم. خب برگشتم دیدم نسرین و مادر جفتشون دارن گریه میکنن. خب هرچی از نسرین سوال پرسیدم جوابمو نداد. بلند شد رفت از خونه بیرون. بعد مادر به من گفت تلفن منو بردار بیار. رفتم برش آوردم. نمیدونم به کی زنگ زد. از همون لحظه حالش ریخت به هم. بعدم بلند شد از خونه زد بیرون. عمو خلیل دیگه خسته شدم. تا وقتی با خودم کار داشته باشه اشکال نداره. خانواده من خط قرمز منه. خیلی خوب کجا؟ تو نمیدونی کجا دارم میرم؟ سلیم صبر کن. سلیم مادر سلام علیکم. سلام. اومدم باتون حرف بزنم. چی به مادرم گفتین که به همش ریختین؟ عمو چرا هر حرفی رو دارین به خودم نمیزنین؟ خسته نشدین؟ بس دیگه این کینه. من با تو حرفی ندارم جوان. برو از مادرت بپرس. عمو هر بلایی میخواین سر خودم بیارین ولی تمومش کنین. تو رو به خاک آقام عباس قسمتون میدم فقط تمومش کنین. سلیم خلیل حرفی نمیزنه چون به عباس قول داده. چه قولی؟ من از چی بیخبرم؟ اما حرف بزنین. بهش نگفتی تو با؟ بهش بگو. دوست ندارم خودشو بچسبونه به برادر خدا بیامرزم. نسبتی بین ما نیست جوون. نه من عموی تو هم نه عباس پدر تو. دیگه هم خوش ندارم اینطوری بیایی در خونه من. عمو هر کاری دلتون میخواد بکنین بکنین. فقط حرمت آقامو نگه دارین که اگه نگه ندارین به خاکش قسم کوچکتری رو میذارم کنار. سلیم آروم باش. برتن مکن این خرقه را چون عشق در جان تو نیست. این حجره داران را مبین این جام دکان تو نیست. از هرچه